با درود به بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی و به همه آنهایی که در صبح صادق ما را در روبروی خودشون تماشا دارند. امروز پنجشنبه از 11 یول و ساعت به وقت پراگ رسو 7 است و من آماده هستم که در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را بگویم. امروز پراگ هوا ابری بوده، انتظار می رود که حرارت روزانه تا 23 درجه را تشکیل نماید. در مسکو باران می بارد و تا 17 درجه گرم می شود. در سنت پترزبورگ نیز هوا امروز بارانی است و تا 13 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه آب‌وشناسان برای امروز هوای صاف و بی‌غبار و آفتابی را پیش بینی کردند. احتمال دارد که در دوام روز گرمی 39 درجه را تشکیل بدهد. شوکرجان اسماعیلوف ساکن ازبک تبار دهه 33 سال و دعواگر اصلی ضد برهان‌الدین سفرعلیев رئیس دهه مذکور که به برانگیختن کینه و عداوت ملی ایبدار می شود از داخل تالار دادگاه بازداشت و در نسبت او نیز با همین ماده پرونده بازگردیده است. مرافعه‌های دادگاه برهان‌الدین سفرعلیев 2 هفته قبل آغاز شده شوکرجان اسماعیلوف برای دادن نشانداد علیه سفرعلیев به تالار مرافعه آمد، ولی دادرسی پرونده خبردارش کرد که نسبت او نیز پرونده آغاز شده است. منیره کریم و ادوکات سفرعلیев روز گذشته گفت تا حال در مرافعه‌های گذشته تنها نشانداد چندی از شاهدان پرسیده شد که نتیجه پرسش آنها قسماً به فایده زیرحمایه‌اش میباشد. برهان‌الدین سفرعلیев رئیس دهه سیاد و معاونش فخرالدین رجبوف با آن متهم می شوند که روز 8 ینوری سال 2018 در صحن مسجد محله نسبت به ساکنان ازبک تبار با لحن درشت صحبت کرده و جمله گفتند که ازبک ها در اینجا حق گپ زدن ندارند. در پی آغاز پرونده برهان‌الدین سفرعلیев گفته بود که این ادعا درباره او درست نیست و مقامات می خواهند برای آشکار کردن کمبودی ها در محله و دیگر دهات اطراف از او نقار بگیرند. تا انجام مهلت ثبت دیگر باره سیمکارت‌ها در تاجیکستان بیشتر از یک ماه مانده است و مهاجران زیاد نگرانند از رقم‌هایی که سالها بازداشتند محروم می‌شوند. بر اساس دستور حکومت تمام شهروندان باید تا روز 15 اوگوست امسال سیمکارت‌هایشان را از نو به نام خود ثبت کنند. در عکس حال از آن به طور اتوماتیک محروم می‌شوند. اما مشکلی در این میان نه ثبت سیمکارت بلکه مقررات دیگر است و آن هم ثبت سیمکارت با کارت پلاستیکی داخلی که به جای شناسنامه داخلی سال 2014 بیرون آمد و مردم زیادی آن را ندارند. با نزدیکتر آمدن ماه اوگوست نوبت ها پشت در شعبه های شناسنامه دهی وزارت امور داخلی درازتر و غوغا و ناراضگی هم بیشتر شده است. اما ناراضیتی در بین آنهای زیادتر است که در خارج از تاجیکستان زندگی میکنند و کارت نوی هویت ندارند و با شناسنامه‌های کهنه میگردند. بعضی از مهاجران تاجیک با رادیو زودی تماس گرفتند، میگویند سالهاست یک رقم دارند که با خود به روسیه بردند و احیانا استفاده میبرند تا بعد بازگشت همان را داشته باشند. اما مشکل این است که در روسیه امکان گرفتن کارت هویت نیست و کسی هم برای عوض کردن کارت صدها دلار خرج کرده و کارش را مانده به تاجیکستان بر نمیگردد. کارشناسان میگویند مقامات باید پیش از صدور چنین دستور اندیشه آنها را هم میکردند که در خارج هستند و نمیخواهند از رقم تلفن خود محروم شوند. پروینه عباد و کارشناس فناوری‌های ارتباطی در صحبت با رادیو زودی گفت که مهاجران کاری و دانشجویان امکان ندارند سال چند مرتبه به وطن سفر کنند. گذشته از این به گفته او این قشر جامعه مبلغ هم ندارند که تنها برای عوض کردن شناسنامه به تاجیکستان بیایند. سفارت‌های کشور در خارج امکان دادن شناسنامه خارجی را دارند و از حق و شرایط صدور کارت هویت محروم میباشند. مقامات رسمی مشکل گرفتن کارت هویت و احتمال محروم شدن ده هزار نفر مهاجر از شماره تلفنشان را شرح ندادند. معلوم هم نیست که مهلت ثبت دوباره تمدید می شود یا نه. الهام عطایف معاون اول رئیس خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان در صحبت با رادیو زودی گفت که در قرار حکومت تمام مقررات برای ثبت دوباره سیم کارت معین شده است و به قول او تا حال به این دستور کاری تغییرات وارد کرده نشده است. بهرام ارگاشف یکی از گمانبرشدگان ترکیش در متروی پترزبورگ در دادگاه اظهار داشته است که مواد ترکنده را یکی از کارمندان پلیس هنگام بازداشت او به کلبارش جای کردند و او اصلا چی بودنی گکسوگن را نمیداند. حمله تروریستی در متروی پترزبورگ روز 3 اپریل سال 2017 در یکی از واگن‌ها هنگام حرکت آن به وقوع پیوست. در نتیجه 16 نفر کشته و زیاد از 100 تن دیگر زخمی شدند. بنا به نتیجه گیری تفتیشات ترکیش را تروریست مرگ
طلب شهروند 22 ساله قرقیزتباری روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داد. به صورت عموم بنا به تفتیش شد 11 نفر بازداشت شدند. در عین حال هیچ یک از بازداشت شده ها خود را در ترکیش مترو گوناگون نمی‌شمارند. به کمیش 3 نفر آنها از شکنجه شدنشان با مقصد اقرار مجبوری شکایت کردند. بهرام ارگاشف هنگام سخن در محکمه پرونده حمله تروریستی نقل کرد که بعد از بازداشت او و چند نفر دیگر را به کمیته تفتیشاتی روسیه بردند. در آنجا همه چیز و اموال آنها را گرفتند، اما با کلبار او یک بسته نامعلومی را جای کردند. عیبدار شونده بر این است که آنگاه با کلباری اشیاء شخصی او مواد ترکنده را همراه کردند. من در ساختمان کار میکنم و چی بودن گکسوگن را نمیدونم، خلاصه کرد ارگاشف. از سال 2017 تا حالا در روسیه به کمیش نزدیک 100 نفر از زودگان آسیای مرکزی با ایبنامه تروریسم زندانی گشته. 2 عملیات مخصوص 4 شهروند تاجیکستان به پرسش و اثبات در منزل‌هایشان کشته شدند. رسانه‌های آمریکا گزارش می‌دهند که 5 قایق مسلح ایرانی در گذرگاه هرمز کوشش نمودند یک کشتی بریتانیا را تحت تصرف بدارند، ولی یک کشتی نظامی بریتانیا به این عمل آنها مانع شد. قبلا ایران تهدید کرده بود که کشتی بریتانیا را به حبس خواهد گرفت. تلویزیون CNN با تکیه به منبع‌های رسمی آمریکا گزارش داده است که 10 ایول ایرانی‌ها به کشتی نفترسانی بریتیش هریتیج در گذرگاه هرمز دستور دادند که سمت حرکتش را تغییر داده در آب‌های ساحلی ایران توقف کند. ولی یک کشتی نظامی بریتانیا که بریتیش هریتیج را همراهی میکرد همچون هشدار اسلحه‌اش را به طرف آنها گردانده قایق‌های ایرانی را به عقب نشینی وادار کرد. این حادثه رسما تصدیق و یا رد نشده است. چند پیش از این پرزیدنت ایران حسن روحانی هشدار داده بود که حبس کشتی ایرانی در هفته گذشته در خلیج گیبرالتار برای بریتانیا پیامد خواهد داشت. 4 ایول بریتانیا با اتهام تلاش ویران نمودن تحریم سوریه کشتی ایرانی گریس 1 را حبس کرد. ایران طلب نمود که کشتی فوراً آزاد کرده شود و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب ایران 5 ایول تهدید کرده بود که به حیث جواب یک کشتی بریتانیایی به حبس گرفته می شود. پلیس پاکستان میگوید که در شهر جنوبی کراچی مجری تلویزیون مورد عباس کشته شد. همین منبع افزوده است که عباس که در تلویزیون مستقل بول نیوز تیوی کار میکرد 9 ایول در منطقه خیابه بخاری در جریان یک بحث خصوصی تیر خورد. طبیبان میگویند که عباس از شکمش تیر خورد و وقتی او را به شفاخانه انتقال دادند الکی وفات کرده بود. پلیس میگوید وقتی افسران به خانه متهم برای حبس رفتند او کوشش کرد خود را هم پراند و حالا با زخم از سلاح تشویشان در شفاخانه کراچی معالجه میگیرد. شورای مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جیمی فلای را پرزیدنت و مدیر اجرایی این کارگاه اعلام داشت. وی از 1 آگوست سال روان به کار سر میکند. بنا به قرار شورای مدیران کارپوراسیون شروع از 1 آگوست نایب پرزیدنت دیزی سندلر که از ماه دکبر سال 2018 به این سو اجرا کننده وظیفه پرزیدنت بود سردبیر اروپای آزاد رادیو آزادی می شود. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با تکیه به شبکه خبرنگاران محلیش به 34 میلیون آدم در 22 کشور به 26 زبان در مناطقی که آزادی مطبوعات محدود کرده می شود و رسانه‌های محلی روش نکردن اطلاع می رساند. ویدیوهای آن را در سال 2018 در فیسبوک و یوتیوب 2.6 میلیارد بار دیدند. آن از لحاظ کسبی آزاد بوده به واسطه بنگاه رسانه‌های جهانی ایالات متحده از کنگره آمریکا تامین مالی می شود. پس از 15 سال فعالیت خدمات تبادل اکادمیکی آلمان و یا دعت دفترش در دوشنبه رو بسته است. مرکز اطلاعاتی دعت که تاکنون به تحصیل صدها دانشجو و عنوانجوی تاجیک در آلمان مساعدت کرده است اعلام کرد که مرکز مذکور از روز 3 ایون فعالیتش را در تاجیکستان قطع کرده است. کاردولا لوکاسین سخنگوی خدمات در یک پاسخ کتبی درباره سبب‌های بستن مرکز اطلاعاتی در دوشنبه به رادیو آزادی گفت به دلیل تغییر قانونگذاری ها در آلمان و هم کشورهای میزبانی دفتر خدمات این مؤسسه تصمیم گرفت شیوه فعالیتش را بازنگری کند و برای همین فعالیت مرکزهایش در 57 کشور جهان را آموخت. تحلیل نشان داد که در مقایسه با مرکز در تاجیکستان دیگر مرکزها در عرصه بین‌المللی و آسیای مرکزی مقام بلندتر دارند. از همین سبب وزارت امور خارجه آلمان و دعت با مشورت با وزارت معارف و تحقیق آلمان به موافقه رسیدند که مرکزی در دوشنبه بوده از روز 3 ایون بسته شود. عین زمان با گفته کاردولا لوکاسین
Сен хадамоти табодули академикии Олмон ният дорад дар миёна муддат дар Русияи марказӣ як дафтари минтақавӣ боз кунад ки фаъолиятҳояш дар Тоҷикистонро ҳам мудирият мекунад. Маркази иттилоотии хадамоти табодули академикии Олмон ки ба донишҷӯ ва унвонҷони тоҷик токунун ба 700 нафар дар Тоҷикистон кӯмак кардааст ки дар Олмон ройгон таҳсил кунанд, таҳқиқ анҷом диҳанд ва ё рисолаи илмӣ ҳимоят кунанд. таҳсил дар Олмон умдатан бояд бо забони олмонӣ ва ё англисӣ сурат бигирад. Ва як хабари варзишӣ низ ҳаст. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон дар бозии дуввумаш дар мусобиқаи байналмилалии Hero Intercontinental Cup 2019 тими миллии Сурияро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. бозии даври дуввуми мусобиқаи миёни тимҳои миллии Тоҷикистон ва Сурия шаби чоршанбеи 10 июл дар шаҳри Аҳмадободи Ҳиндустон дар варзишгоҳи Эка Арена доир гардид. ёдовар мешавем мунтахаби Тоҷикистон дар аввалин бозиаш дар ин мусобиқаи байналмилалӣ бар тими мизбон Ҳиндустон бо ҳисоби 4-2 пирӯз шуда буд. футболбозони тоҷик дар даври севум 15 июл бо тими миллии Кореяи Шимолӣ рақобат мекунанд. дар бозии дигари даври аввали мусобиқаи мазкур мунтахаби Сурия бар тими миллии Кореяи Шимолӣ бо ҳисоби бузурги 5-2 ғолиб омад. дар ҳамин ҳол дар ҷадвали мусобиқа мунтахаби Тоҷикистон бо 6 имтиёз дар ҷойи аввал қарор дорад. мунтахаби Сурия бо 3 имтиёз мақоми дуввумро касб намудааст, вале тимҳои миллии Ҳиндустон ва Кореяи Шимолӣ ки танҳо як бозӣ анҷом доданд, бидуни имтиёз мутаносибан ҷойҳои севуму чорумро ишғол менамоянд. ширкат дар мусобиқаи байналмилалии Hero Intercontinental Cup 2019 дар Ҳиндустон барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки сармураббияш мутахассиси ӯзбекистони Усмон Тошев мебошад, як давраи омодагӣ ба марҳилаи дуввуми интихоби қаҳрамонии ҷаҳон 2022 маҳсуб мешавад ки моҳи сентябри имсол оғоз меёбад. ва бинандагони азиз, акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз мегӯем ки аз сӯи Бонки Миллӣ таъин шудааст. 1 доллар 9 сомонӣ 43 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 59 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар аст ба 147 сомонӣ 90 дирам. фаромӯш накунед, баъд аз камтар аз 30 дигар бозам бо шумо мулоқот дорем дар ҳамин ҷо дар Озодӣ видео. мо ҳама шуморо мунтазир мешавем. то он дам рӯзи хуб дошта бошед ва сипос барои тамошо.